سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. با سرعت بیش از 100 کیلومتر میراند بازداشت مایور میلیتسیا برای صدمه پرقربانی که 4 کشته به جا گذاشت. رشید دادر طالب ایانبیکوف به 10 سال زندان محکوم شد. مکتب رقم 71 در پایتخت به کامی آتش رفت. جسد دختر 16 ساله را در اشکاشی مذنب دریا یافتند. یک نورز در کان بادام غرق شد. هشدار، از 24 تا 27 میلیون در جنوب تاجیکستان باز خاکبارش می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان روز پنجشنبه 22 میلیون سال 2023 ایانبیکوف رشید عبدالرحمانویچ برابر خردی طالب ایانبیکوف، یکی از لیدرهای غیر رسمی این منطقه مختار واقع در شرق تاجیکستان را به 10 سال زندان محکوم کرد. در این باره ژورنالیست انوار سرکارова که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. مقامات دادگاهی بدخشان تا کنون نتیجه های مرافعه پرونده دادر طالب ایانبیکوف را رسما شرح ندادند، ولی انوار سرکارova با تکیه به منابع خود خبر داد که دادگاه رشید ایانبیکوف را بر اساس ماده 187 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان در عضویت در سازمان جنایتی گناهکار شناخته است. مقامات تاجیکستان لیدرهای غیر رسمی بدخشان را سرکردگان گروه‌های متشکلانه جنایتی و پیروان آنها را اعضای سازمان‌های متشکلانه جنایتی می‌شمارند. انوار سرکارova نوشت که به ضد رشید ایانبیکوف اتهامات دیگر نیز اعلام شده بود، ولی تفتیشات آن اتهامات را با دلیل‌ها اثبات کردن نتوانسته است. رشید ایانبیکوف آخرین برادر در آزادی باقی مانده طالب ایانبیکوف، یک راننده عادی در بیمارخانه یوری تاجری در خورغ بود و به گفته نزدیکانش به اعمال برادر پرنفوذش یگان ربط نداشت. او را کارمندان امنیت روز 4 اپریل سال جاری در نویه درواز دستگیر کردند. بنا به اطلاع انوار سرکارova رشید ایانبیکوف همسرش را که بیماری دل داشت و بعد بازپرسی‌ها در ریاست امنیت بدخشان احوالش بد شده بود برای معاینه طبی به دوشنبه می‌برد، ولی کارمندان امنیت هر دو را از ماشین فراورده به خورغ بردند. یک منبع پایگاه خبری بامداد قبلا گفته بود که رشید ایانبیکوف در پی چند بازپرسی از ترس بازداشت می‌خواست ولایت را ترک کند، ولی دستگیر شد. رشید ایانبیکوف الکی نفر دوم از عائله درگذشته پرنفوذ ایانبیکوف است که در یک سال اخیر محکوم به زندان شد. انوار سرکارova اسم 8 نفر از ایانبیکوف های زندانی شده را نشر کرده است. طالب ایانبیکوف 56 ساله رهبر این خانواده و لیدر غیر رسمی بدخشان به حبس ابد محکوم شد. غلامعلی عبدالرحمانوف 33 ساله پسرش به حبس ابد محکوم شد. حسن علی عبدالرحمانوف 25 ساله پسرش به 20 سال زندان محکوم شد. محمد علی عبدالرحمانوف 29 ساله پسرش به 15 سال زندان محکوم شد. عاقلشاه ایانبیکوف 43 ساله برادرش به 30 سال زندان محکوم شد. عنایتشاه ایانبیکوف 58 ساله برادرش به 30 سال زندان محکوم شد. محمد امان ایانبیکوف 33 ساله جیانش به 10 سال زندان محکوم شد. قربانجان ایانبیکوف 34 ساله جیانش به 10 سال زندان محکوم شد. محکوم به زندان شدن 10 عضو خانواده ایانبیکوف در حالی است که طالب ایانبیکوف به فرق از باقر یا محمد باقروف، یک لیدر دیگر غیر رسمی بدخشان، در اعتراضهای تیر ماه سال 2021 و بهار سال 2022 موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بود. سال 2022 در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان بیش از 30 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر دستگیر شدند. مقامات آنها را اعضاهای گروه متشکلانه جنایتی مینامد. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو و سرکوب بیرحمانه اعتراضهای آسایشته در پامیر عیبدار میکنند و پیوسته از دوشنبه طلب دارند که به تعقیب فعالان بدخشان و نزدیکان آنها نقطه گذارند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در رابطه با صدمه پرقربانی نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 در مرکز دوشنبه که 4 کشته به جا گذاشت به ضد کارمند بدعه یا بازرسی دولتی اتومبیلی مایور میلیتسیا ارزوبک حبیبزاده پرونده جنایتی گشودند. میلیتسیا پایتخت تاجیکستان گفت این صدمه در روبروی طرفخانه چمنورا محض با عیب افسر میلیتسیا
که ماشین جیپ BMW را با سرعت بیش از 100 کیلومتر ساعت حرکت میکرد رخ داده است. از ماده پرونده جنایتی به ضد مایور بازداشت شده برمیآید که به احتمال غالب او مست هم بود. اکنون به مایور حبیب زاده برای مرگ 4 نفر بر اساس قسم 5 ماده 212 از 10 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به تفصیلات نوی که مرکز مطبوعات ملیسا دوشنبه روز 23 ایون نشر کرد، نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 16:20 حبیب زاده ارزوبک ما شریف سال تولدش 1984 ساکن شهر دوشنبه نویه شاه منصور بازرس دولتی اتومبیلی شعبه نظارت تکنیکی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رتبه نظامیش مایور میلیتسیا همراه سلطانوف سوراب سال تولدش 1981 ساکن شهر دوشنبه با ماشین سبکرو تمغه BMW X5 سال برایشش 2015 رقم قید دولتیش 111 WA 01 نشسته به سمت کوچه گنجوی حرکت کردند. تخمینا ساعت 17:20 هنگامی از جانب حبیب زاده با سرعت زیاده از 100 کیلومتر ساعت در راه ماشینگرد کوچه گنجوی پایتخت از سمت کوچه سامونی به سمت کوچه کرم حرکت کردند. در روبروی بنای طرفخانه چمنورا ماشین BMW مقابل سمت حرکت رو برآمده به ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 3177 MB01 تحت اداره شهروند زبیروف یوسف ساکن شهر دوشنبه که از سمت کوچه کرم و به سمت کوچه سامونی حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه این صدمه نقلیاتی مسافر ماشین تمغه BMW X5 سلطانوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته راننده مرسدس بنز زبیروف سال تولدش 2010 ساکن شهر دوشنبه و مسافران داخل اتومبیل او شریپوف نوزم سال تولدش 1993 ساکن شهر دوشنبه در جای حادثه و نعمت الله محمد رحیم سال تولدش 1989 و پسر نابالغش نعمت الله محمود سال تولدش 2020 ساکنان نویه رودکی از جراحت‌های برداشته شده در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. میلیتیا گفت از جانب دادستانی شهر دوشنبه نسبت حبیب زاده ارزوبک ما شریف با ماده 212 قسم 5 کدش جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پیشکی ادامه دارد و نسبت گناهکار چاره‌های قطعی دیده می شود. دادستانی شهر دوشنبه نیز روز 23 ایون بر اساس قسم 5 ماده 212 آغاز کردن پرونده جنایتی به ضد ارزوبک حبیب زاده را تصدیق کرد و خبر داد که گمانبر به حبس پیشکی گرفته شد. میلیسا و دادستانی درباره در کدام حالت قرار داشتن مایور میلیسا هنگام با سرعت بیش از 100 کیلومتر ساعت راندن ماشین چیزی نگفتند. اما قسم 5 ماده 212 کدش جنایتی تاجیکستان مجازات برای صدمه‌های را پیش بینی میکند که با به شخص در حالت مستی قرار داشت یا شخصی که حقوق اداره کردن واسطه نقلیات را ندارد صادر شده و از بی‌احتیاطی باعث مرگ 2 و یا از این بیشتر شهروندان گردیده است. به حبیب زاده بر اساس این بند قانون همچون جزا از 10 تا 15 سال زندان و محروم نمودن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت از 10 تا 20 سال تهدید میکند. شب 22 ایون سال 2023 مکتب میانه رقم 71 در نویه شاه منصور شهر دوشنبه به کامی آتش رفت. در ویدیوهای نشر شده از جای حادثه دیده می شود که یکی از بناهای 3 خبته مکتب پره سوخته است و از بنا علنگه دود و آتش به آسمان بلند می شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه صبح 23 ایون با تصدیق خبر سوختار در مکتب رقم 71 خبر داد که شب 22 ایون سال جاری تخمینا ساعت 22:15 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 نویه شاه منصور شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. بنا به اطلاع میلیسا با مقصد پرره خاموش نمودن علنگه آتش از حساب جزو تام مقامات میلیسای پایتخت 125 نفر از حساب ساختارهای آتش نشانی 150 نفر 16 عدد نقلیات آتش نشانی 18 عدد نقلیات آبکشانی یا ودواز سفربر کرده شدند. در نتیجه سوختار در مساحت 1500 متر مربع پوره خاموش کرده شد. طبق سنجش پیشکی سوختار در نتیجه آتش گرفتن دستگاه هوا سردکنی یا کندیسنر که در آشیانه دوم مؤسسه مذکور
در تالار مجلسگاه نصب کرده شده است به میان آمده است. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور گروه کاری تأسیس داده شده سبب و عامل‌ها و ضرر سوختار معین کرده خواهند شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از غش شدن باز دو نابالغ خبر داد. از جمله روز 21 ایون سال 2023 یک دختر 16 ساله از دهه گرچشمه جماعت دیهات به نام اسکر زمیر و فنویه اشکوشی ولایت مختار کوهستان بدخشان به سبب‌های نامعلوم ناپدید شده است. بعد جستجوهای زیاد بالاخره جسد او در ساحل دریا که از دهه می‌گذرد پیدا کرده و به والدانش سپردند. همچنین روز 22 ایون سال 2023 نزدیک به ساعت 13:40 خبر رسید که یک ساکن 12 ساله شهر کانبادام ولایت سوخت هنگام آببازی در کانال غرق شد. ساکنان دیه جسد او را پیدا کرده و به مقامات حفظ حقوق سپردند. در رابطه به افزایش هلاکت‌های غرق شدن نابالغان، کمیته حالت‌های فوق‌العاده به ساکنان کشور مراجعت می‌کنند. در روزهای تعطیل تابستانه فرزندان شما فارغ از درس‌ها و مکتب وقت خالی خود را بیشتر در کوچه‌ها و ساحل آب‌ها می‌گذرانند. حالت‌های هم است که شما در خانه و یا سرگرم کار در کارگاه نمی‌دانید فرزندانتان کجایند و چه کار می‌کنند. کمیته با احترام شما خواهش می‌کند به خاطر راه ندادن به حادثه‌های ناخوش وقت بیشتر را برای تعطیل خوب فرزندانتان جدا کنید و تلاش نمایید همراه آنها باشید. یک رویداد تصادف هم می‌تواند شما را عمری غم زده و پریشان کند. به حساب کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری در آب‌های کشور علاقه حدود 70 نفر غرق شدند که بیش از نصف آنها تقریباً 40 نفر از غرق شدگان کودکان و نورسان تا 16 ساله میباشند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودکان و نورسان غرق شده بودند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشبینی هواشناسان خبر می‌دهد که از 24 تا 27 ایون سال روان در ناحیه‌های جنوب و غربی ولایت قتلان و ناحیه‌های تابع جمهوری شمال پرشدت در نظر داشته شده است و در نتیجه احتمال به وجود آمدن خاکبارش وجود دارد. روزهای 23 و 24 ایون سال 2023 در یک قطار ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها وجود دارد و در نواحی جداگانه تابع جمهوری نیز خطر آمدن سیل از احتمال دور نیست. روزهای 24 و 25 ایون در نواحی جمهوری و مرکز ولایت قتلان، ناحیه‌های منطقه کولوب تابع جمهوری و شهر دوشنبه بر اثر عامل متئورولوژی چنگ و خاکی که به قلمرو کشور از سمت جنوب و غرب وارد می شود هوا را غبارآلود می کند. در همین ارتباط کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اهالی خواهش می کنند خیلی احتیاطکار باشند، به خصوص هنگام حرکت در راه‌های کوهی و نزد کوهی، رفتن به کوه و پشته‌ها برای جمع‌آوری هیزم و گیاهای دور و وار، چار و چرانی و غیره قاعده‌های بی خطری را رعایت نمایند. کودکان را تنها و بی نظارت نگذارند، به خصوص تنها فرستادن آنها به ساحل آبها همیشه خطرناک است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی عریضه مرد 48 ساله ساکن ناحیه واسه وارد گردیده است که 15 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 9:33 هنگام در دهه زرکرم جماعت دیهات چورگلتپه ناحیه رودکی قرار داشتنش دوران نام شخص به یگان اساس او را دشنمای قبه داده لطوکوب نموده در گردنش کارد مانده تهدید کشتن نموده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت‌های جسمانی برداشته است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن ناحیه مذکور با گمان تهدید و کشتار یا رسانیدن ضرر وزن به سلامتی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. شام 21 ایون سال 2023 تخمین ساعت 20:00 راننده автомашина تمغه وز ایگاموف سیروجدین سال تولدش 1993 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت با شورای دوشنبه خوجان چناق در حدود شهر استرافشان به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته به سمت مقابل حرکت راه برآمده به автомашина تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده یوسفوف خوشبختجان سال تولدش 1985 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه خود راننده автомашина تمغه وز ایگاموف
و مسافر автомашинаи мазкур Орипов Хусрав соли тавлидаш 1993 сокини ҳамин шаҳр аз ҷароҳатҳои бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 55 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه مارس سال 2023 با رای فریب به باوری مرد 42 ساله ساکن نوای رودکی درآمده از او 91500 تومان گرفته وعده داده است که مبلغ مذکور را با اسعار خارجی یعنی دلار آمریکایی عوض کرده در مدت کوتاه‌ترین برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را بر نگردانیده است. اینچنین نامبرده ماه فوریه سال 2023 با روی فریب به باوری زنی 45 ساله ساکن شهر دوشنبه درآمده از او 80000 تومان گرفته وعده داده است که مبلغ مذکور را با اسعار خارجی یعنی دلار آمریکایی عوض کرده در مدت کوتاه‌ترین برمیگرداند، اما تا به حال بر نگردانیده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.